سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز قراره که با هم دیگه میزمو تمیز کنیم و یه خورده از مدرسه حرف بزنیم، چون چیزی نمونده تا روی مدرسه ها و دوباره 9 ماه عذاب و قراره با هم دیگه تجربه کنیم. بیایید که با هم میزمو تمیز کنیم و چند تا تغییر دکوراسیون هم بدیم. بزنید بریم. خب بچه، اول از همه که اومدم بهتون نشون بدم چه خبره سر میزم. حتی وسیله های نامربوط هم مثل این ماشین سر میزم هم پیدا میشه. حالا بریم که تمیزش کنیم و خورده صفا بدیم بشه. اول از همه که ماشین رو برمیداریم اصلا کلا شرطمون این بود. دفترم و وسیله همو برمیدارم. استفاده میکنم، خیلی خوبه. حتما اگه شما هم جوش میزنید مثل من بگیرید، چون واقعا عالیه. ژل ضد جوشه. بارم لب هم یادم رفت اینو لیپ گلاس گذاشتم بجاش. این حالت کتابخونه ما متاسفانه جا مونده بود، اینم درست کردم. آشغالیمو برداشتم وگرنه اینجا خیلی شلوغ‌تر میشد. خب حالا اینم شد که نتیجه چقدر زیبا شده. نتیجه میزمون خیلی تمیز شد. البته اگه تا فردا خرابش نکنم و نریزمش. اینم که آینم گفتیم برش گردونیم، اب نداره. فوقش مشخص میشیم دیگه. در حال افتادن بود، نمیتونستم نگرش دارم. بریم که این میز زیبا رو با هم تمیز کنیم. میز لوازم آرایشیم. کاش میشد به برشگاه تموم کردم همه چی رو، ولی خب متاسفانه نمیشه.
خب بچه ها نظرتون چیه؟ الان بهتون چیامو نشون بدم. لوازم تحریرامو چیامو دقت کن، چیامو نشون بدم. بریم که لوازم تحریرام بهتون نشون بدم. خب بریم نشونتون بدم. اول از همه بگم من 5 مدل خودکار گرفتم که تو ویدیوی قبلی بهتون نشون دادم، ولی گفتم که لانگ ویدیو بذارم و نشونتون بدم. در 5 رنگ مختلف کردم: سبز، اینطوری خودکار گرفتم. دین 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 اسب تکشاخ 20,000. غلطگیر گرفتن. غلطگیرش خیلی جذاب بود. 15,000 تومان فکر میکنم. من هزینه کردم بازی. این اتودم هم که از PR سال فکرم دارم، ولی خب هنوز خراب نشد. خراب نیست، همین دیگه نگرفتم. بیشتر کارم با خودکار دیگه. و استیگنوت گرفتم. استیگنوت رنگی 30,000 تومان. قیمتش خیلی ارزون بود. جای دیگه 44 اینا بود، 50 اینا. و یه بستم استیگنوت شفاف گرفتم، اکلیل داره. اینم شد 44,000 تومان. از این که ستایی و رنگی گیرونتر. یه دونه ماژیک ساده گرفتم برای پای تخت. تختم که میبرنم. 20,000. دوتا هم هایلایتر گرفتم. هایلایتر هم امسال خیلی قشنگه و واقعا میگم. صورتی و آبی. و من امسال خیلی زیاد لوازم تحریر نخریدم، مثلا دفتر بخرم یا وسیله دیگه. تراول ماک آنباکسش رو گذاشتم براتون. تراول ماک گرفتم. یه دونه کلاسور گرفتم از چرم خالص. نه اینم چیشه، طرح چرم دیگه. چرم خالص بخواه بگیره الان خیلی گرون. بعد اصلا هست؟ من نمیدونم هست یا نیست، نمیدونم. اینم که داخلش خیلی دوستش دارم. البته من دلم میخواست امسال بیشتر وسیله ها مشکی باشه، رنگ مشکی. ولی خب متاسفانه یا خوشبختانه، نه خیلی متاسفانه، من چون رنگ مشکی خیلی دوست دارم مشکی نشد. و اینم ارزون‌ترین جایی بود که اینو به این قیمت میداد. باور کنید ما هر لوازم تحریر که بریم سر میزنیم. از همه مهمتر یه جلد کتاب گرفتم که البته تا موقع که داغون نشه 100% که داغون میشه. من بعد برم این زیر، چون که شما این زیره بر همین دیگه مجبور میشم برم زیر. اینم یه دفتر زبان هاپوش خیلی بامزه است. اینم میخوادش. بله من اینا رو گرفتم برای مدرسه. فکر نمی کنم دیگه چیز خاصی گرفته باشم. گرفتم نه همینا بود. حالا بعد من فکر میکنم چیز نگرفتم. یه چیز گرفته بودم یادم رفته. اتود هفتم. من دیگه دوست داشتم تو این ویدیو کل لوازم تحریرام بهتون نشون بدم. برام خیلی خوشاینده. تراول ماکم خیلی دوست دارم. اینو به قیمت یادم رفت بگم قیمتش. اینو به قیمت 15,000 تومان گرفتم. نه 27,000. 27 تومان گرفتم. اینم که 280 گرفتم. ایشونم
ایشونو 168 گرفتم و ایشونو 155 گرفتم. بچه ها این شد از ولاگ امروز. حالا میخوام که براتون یه ماسک بذارم و ویدیو تموم بشه. نه من ماسک رو یه بار امتحان کردم، خیلی خوب بود. مثلا میکروفون دستمه که صداشو بشنوید. برم بزنمش. خواهشم بگید من شبیه چی شدم؟ یه نوع مومیایی، درسته؟ خودم این حسو دارم. حدود 5-10 دقیقه است که گذاشتمش. حالا برم که درش بیارم، ولی خب صورتمو نمیشورم بعدش، چون خود دستورالعملش گفته نشورید، برم اینجوری ولو شده. دیگه باید خداحافظی کنیم باش، نه؟ بچه ها دوستتون دارم. تا یه ولاگ دیگه با من. خداحافظ.